شامیگل زاهرова چون هر وقت این سو به اتوبوسی خط سیر 25 قدمی گذارد و کار خود را با مردم آغاز میکند. هر حرکت و کسبیت او هوشیاری با احتیاط و اعتماد خاص را طلب می نماید. برای او رانندگی تنها کسب نیست بلکه محبت به مردم و صداقت به کار انتخاب کردهش می باشد. از خردی هوس داشتم که به همین کسب و کار رانندگی مشغول شوم. وقتی که زنهای تاجیک را در سر چنبرک می دیدم خیلی هوس می خوردم که منم کوشش کنم که در خلقم در وطنم خدمت کنم. هوسم بسیارتر در خوشحالی خودم و خوشحالی میزاجم. این شوق هوس بسیارتر مرا وادار میکند که من در خدمت خلقم را بجارم. از مادر بسیار خاطره ماند برای من. وقتی که 8 مرد میشد و مادرم بسیار تحفه میکردم. مادرم از من خرسند میشد که دخترم هم خیلی تحفه نازنین رو برای من هدیه میکند. مادرم بهترین انسان بود. مسافران همه روزه با باوری به خط سیر 25 سوار می شوند و همین توجه و صمیمیت آنها به راننده ماهر باز هم الهام می بخشد. زیرا راننده بودن تنها اداره کردن اتوبوس نیست بلکه مسئولیت بزرگ برای امنیت و آرامی دهها مسافران است. شامیگل زاهرова هر روز پشت چنبرک می نشیند و با تجربه و صبر زیاد خط سیر رقم 25 را طی می کند. برای کسبی که من پیشه کردم فرزندم همش خرسندن. همه خرسند، هم فرزند و هم پساژیرا. فکر میکنم که مسافرا وقتی که مرا میبینن هم خیلی چهره خندان قطعی مرا به من تری معامله خوب میکنن. چهره خندان قطعی وارد ماشین من میشن. همه طرفه راضیان. مهنتی که من در فرزندان کردم پدروار و یا را به وایه رساندم، کلان کردم. برای فرزندام هم پدر هم مادر شده کار میکنم. میخوام که کم هم باشد به فرزندانم یاری خودم رو رسانم. از زیباگویی دوشنبه چی بگویید؟ خیلی مینه داریم از زیباگویی دوشنبه. خیلی گلگل شکفان همه طرفه. رحمت به رئیس شهرمان رستم امامعلی که برای ما خیلی شرایطهای نظم مهیا کرده است. همین خیلی اتوبوس‌های زمانوی، همین خیلی دنیای تنج و آرام. خوشحالیم از زیبایی شهرمان. این لحظه نشان می دهد که دقت به جزئیات خرد نیز قابلیت بزرگ خود راننده است. او نه تنها محبت خود را به مردم می بخشد بلکه اتوبوس را مثل یک کلبه زیبا احتیاط و تازه و آرام نگاه می دارد. هر گردشی را، هر توقفگاه و هر لحظه حرکت در دست یک زن قوی اراده و صاحب تجربه قرار دارد. همراه را اداره می کند و هم ساکنان را به جای لازمه آرام و آسوده می رساند. خودم مادری 6 فرزند به مادران گفتنیم که مادر به جان برابر مادر دوباره نشد به کس میسر مادر. نه خاله و نه اپا به جای مادر مرا بکشه در پیش پای مادر. مادران همه وقت گل میمانند و ما با مادران فخر میکنیم. من وطنم را مادرانم را به حد دوست میدارم. مادران جهان عیدتان مبارک. راننده بودن برای شامیگل زاهرова افتخار و شرف است. زیرا او با قدم‌های استوار و نگاهی پر از اعتماد ساکنان راه را به آرامی و بی‌خطری به مکان خویش میبرد. هر نفر با تبسم و روح خوش از راه میبراید خدمت آنها را صادقانه انجام میدهد. مسئولیت و دلپوری نه تنها کسب بلکه محبت واقعی به آدمان است. هر حرکت او نمونه است که چگونه ملکه و صمیمیت میتواند زندگی را آسوده و پر از اعتماد گرداند.